بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه دیگر از سری برنامه‌های خلق عظیم را مشاهده می‌کنید. خدمت یکایک شما گرامیان و ارجمندان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و خوشحالم که بار دیگر همراه با مهمان گرامیم جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری در خدمت شما هستیم. به اجازه شما خدمت جناب مولانا صاحب نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. جناب مولانا صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه خودتان. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین مولانا صاحب بزرگوار. خب بینندگان عزیز و گرامی، چنانه که واقف هستین ما برنامه در قسمت گذشته این برنامه در جلسه قبلی صحبتمان را بحثمان را پیرامون خلق دیگر از اخلاق اسلامی که احسان بود آغاز کردیم و پیرامون این موضوع صحبت‌های را در برنامه گذشته خدمتتان ارائه کردیم و یکی از محاور بحث در برنامه گذشته صحبت در ارتباط و حدیث معروف جبریل بود که بیان در ارتباط و بیان مراتب دین هست که به شکل پرسش و پاسخ بین جبرائیل علیه السلام و حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم صورت گرفت و مراتب دین به صحابه بزرگوار و همچنین به تمام مسلمانان بیان شد و این حدیث تا قیام قیامت همچنان در خاطره ها و در اذهان باقی خواهد ماند و نسلا در نسل بین مسلمان ها منتقل خواهد شد. صحبتمان البته باز هم پیرامون این حدیث که چون بحث احسان است و یکی از مراتب دین و بالاترین مرتبه دینم احسان است همچنان ادامه داره و جناب مولانا صاحب البته شما در برنامه گذشته به صورت مجمل یا اجمالی در ارتباط و احسان صحبت داشتین. حالا می‌خوایم که باز هم بحثمان را از همین جا آغاز کنیم که از حدیث جبرئیل علیه السلام اگر میشه باز هم خیلی به صورت فشرده به مراتب دین اشاره کنین، بعد که به احسان رسیدیم بحث ما باز میشه و اختیار در دست شماست ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. همانطوری که جناب استاد بزرگوار شما اشاره فرمودیم که در قسمت دوم از برنامه هایی که ارتباط به خلق عظیم هست و پیرامون احسان قرار داریم که الله سبحانه و تعالی همه ما و همه بینندگان عزیز و گرامی جز محسنین داشته باشه. قبلا اشاره کردیم معنا و مفهوم احسان که گفتیم که احسان ضدی و همان اساءه هست. اگر بیایم به تعبیر دیگر حسنه که ضدی و سیئه هست، یا به عبارت دیگر که حسن ضدی و قبح هست، و یا به عبارت دیگر محسن که ضدی و مسیح هست. پیرامون احسان وقتی که بحث از حسنه میشه، بحث از حسن میشه، بحث از محسن میشه، شخص لباس زیبایی رو بپوشه وقتی همه کس او را ببینن ناخودآگاه میگن ماشاءالله، چون خوش اینا میآیه.
چون لباس حسن و زیبا، وقتی فعل زیبا و حسن کسی ببینه ناخودآگاه خوشش میآیه و سبحان الله ما شاء الله در زبان میآیه و همچنین اقوال حسنه، افعال حسنه. اما عکس، اگر باز هم یک لباس زشتر کسی ببینه، فعل زشتر ببینه و حرف زشتر ببینه که عکس حسن باشه، منظر زشتر ببینه. حتی میبینیم در قرآن هم الله سبحانه و تعالی پیرامون حسنه وقتی میفرمایه من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. خیلی مهمه وقتی کسی یک حسنه، یک کار احسانی به پیشگاه خدا پیش میکنه، الله سبحانه و تعالی جوابی یا بالاخره به همون پاداش از او 10 برابر برای از او میده. اما عکس وقتی سیئه میشه و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها، هم از لطف و احسان پروردگار که نیکی را 10 برابر پاداش میده و بدی را فقط. وقتی میایم نگاه میکنیم، چون باز هم بحث احسان و بحث حسنه و اینها، آیا حسنه قوی تر هست یا سیئه قوی تر هست؟ بالضبط واضح و مشخص هست که حسنه قوی تره. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات که احسان که همه بدی ها و زشتی ها از بین میبره و محو میکنه. این یک مقدمی بود که پیرامون حسن و حسن و اینها اشاره کردم. پیرامون این که ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. قبل از اینکه به بحث احسان داخل بشیم، باز هم من میخوام به خاطری که بینندگان عزیز و گرامی بیشتر متوجه بشن، ما قبل از اینکه احسان رو بفهمیم و احسان چی ارتباطی داره به زندگی ما، به مسائل عبادی ما مکونات انسان، عناصر انسان رو وقتی ما فهمیدیم، این قضیه احسان برای ما سهل میشه و آسان میشه. انسان از عناصر مختلف، یعنی از 3 چیز تشکیل شده. میتونیم بگیم جسم، عقل و روح. این مکونات انسان هست، عناصر انسان هست. حالا هر کدام اینها از خود احسان داره. احسان جسم چی هست؟ احسان عقل چی هست؟ و احسان روح چی هست؟ نیکی به 3 عنصر چی هست؟ احسان جسم وقتی که ما نگاه میکنیم، احسان جسم اتباع و پیروی از اسلام، همانطوری که رسول صلی الله علیه و آله میفرمایند بنی الاسلام علی 5. به این 5 چیز، به ارکان اسلام که شخص پایبندی داشته باشه، این احسان جسم میگن. شهادت ان لا اله الا الله، اقام الصلاه، ایتاء الزکات، صوم رمضان، حج. یعنی نماز و روزه و زکات و حج اینا مرتبط میشه به احسان جسم. احسان عقل چیه؟ احسان عقل اینه که اعتقاد صحیح به الله سبحانه و تعالی که همون عبارت میشه به مؤمن به، ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیر و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. که این مسئله مرتبط میشه و ارتباط میگیره به احسان عقل. اما قضیه روح ماند. واقعا جناب مهندس، شما وقتی به عقل اشاره کردین، در الله متعال در قرآن بار از کسایی که ایمان ندارند یا از الله و از فرامین الله روی گردان است، لا یعقلون، عقل ندارند. یا میفرمایند که افلا تعقلون، بحث عقل و اینها را، چون مسئله کسی که از خرد و از عقل برخوردار باشه واقعا از الله اتباع میکنه و دارای عقیده بدون شک. و احسان روح چی هست؟ نکته که و حدیثی که شما اشاره فرمودیم، ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این احسان به روح است. این حدیثی که جبرائیل علیه السلام پرسان میکنه مل احسان، احسان چیست؟ و رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این احسان هست. حالا این احسان مرتبط میشه به قضایایی که به عقل و به جسم که اشاره کردیم. چگونه؟ یعنی نماز چگونه بخوانیم، نماز ما چگونه باشه که ما جز محسنین بشیم،
روزه ما چگونه باشه. رسول صلی الله علیه و سلم کل عبادات در قسمت اعتقادات و در قسمت عبادات و در قسمتی که بحث احسان و اینها آمده. مثلا در قسمت نماز اگر اشاره داشته باشیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند صلوا کما رأیتمونی، شما نماز بخوانید مثل که من نماز میخوانم. یعنی نماز ما باید مثل نماز رسول صلی الله علیه و سلم باشه. پس عبادت ما کامل، منطوری که در حج میفرمایند خذوا عنی مناسککم، شما مناسک را از من بگیرید که من چگونه مناسک را اجرا میکنم. در جهاد عین شکل و در مسائل روزه و مسائل عبادی. و میایم در قسمت مسائل اعتقادی که بسیار مسئله مهم، احسان در اعتقادات. ما وقتی که میگیم عقیده داریم و قبل از بیان همه در هفته گذشته شاید بیننده ها در ذهن داشته باشن ما اشاره کردیم که احسان دو نوع میشه، احسان مع الخالق و احسان مع الخلق. احسان به همراه خالق و احسان به همراه مخلوق پروردگار عالم. حالا احسان به همراه خالق چگونه هست؟ مهمترین شیء اینه که اول احسان در اعتقادات باشه، عقیده ما درست باشه، عقیده ما صحیح باشه. الان اهل کتاب ادعا میکنه یهود ما عقیده داریم، نصارا ادعا میکنه ما عقیده داریم، ادیان مختلف تحریف شده بالاخره که امروز در دنیا میبینیم ادعای عقیده میکنن. آیا هر انسانی یا هر فردی یا هر گروهی ادعا کنه که خب من احسان در عقیده دارم؟ عقیده ما عقیده درسته؟ یا مثلا ادعای عقیده خود را میراث از اجداد و از آبا و از عرف و از اینها میگیرن؟ نه خیر. یعنی هدف نیست که منبع و سرچشمه عقیده کجاست و باید ما عقیده ما را از کجا بگیریم، عقیده ما مطابق چه دستوراتی باشه. مسئله جناب استاد بزرگوار، مسئله عقیده تا مسئله سایر احکام عبادی متفاوت هست. ما عقیده از کجا باید بگیریم؟ پس بگیم احسان در احسان عقیده. در عقیده کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی عقیده خورما از لابلای قرآن و از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. یعنی به عبارت دیگر اصول دین، اصل و اساس دین ما از کجا میگیریم؟ از کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، از احادیث رسول صلی الله علیه و سلم کاملا. یعنی حتی شما ببینید بحث فقها از امام شافعی رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله و سایر ائمه بزرگوار همیشه وقتی قولی بیان میکنن و بعد میفرمایند که اگر این قول من موافق به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم بود بپذیرید و اگر نبود شما او را میتونید دیوار بزنید، رد بکنید. پس اینه که ما احسان در عقیده و احسان در اعتقادات و باورها، ما قبلا اشاره کردیم که احسان روح چیه؟ ان تعبد الله كأنك تراه. احسان عقل ان تؤمن بالله و ملائکته. خب کل این مسئله ایمان بالله، مسئله ایمان به ملائکه، ایمان به کتب، ایمان به رسول، اینا رو ما از کجا جستجو میتونیم کرده؟ از لابلای قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. و در قسمت عقیده پس دانستیم که اصل و اساس خیلی نقطه مهم است. بسیار مهم. اگر میتونین در این باره بیشتر میخوایم بشنویم، چون امروز برخی ها یعنی کلام فلانی، عبارت فلانی، عمل فلانی، عقیده فلانی عقیده شده بدون اینکه طرف دلیل ارائه کنه، بدون اینکه طرف برهان و حجتی از قرآن و سنت داشته باشه. خلاص شما باید امی عقیده را داشته باشین، آنچه که من میکنم شما باید انجام بدین. پس عقیده انسان نباید عقیده میراثی باشه. عقیده انسان باید عقیده فرد مسلمان عقیده تحقیقی باشه، عقیده باشه که من شخصا به او قناعت رسیده باشم. شما ببینیم ما وقتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، و بعد از رسول صلی الله علیه و سلم شاگردانی که در مکتب اسلام تربیت شدن که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم بودن. صحابه در غزوات وقتی که می جنگیدن پسر با پدر شمشیر به شمشیر می شد، پدر با پسر،
این شمشیرهای حق و باطل به خاطر چی بود؟ به خاطر عقیده بود. روی عقیده خود وقتی شخص میفهمید و میدانست که این راه حقه و یقین میدانست، نگاه نمیکرد که این پدر هست و این پسر هست و این اقارب هست و این خویشاوند هست. مسئله عقیده چنان مهم است که جناب استاد بزرگوار ما عقیده خود را وقتی بفهمیم و بدانیم، ولو که به پای دار برویم، نباید از عقیده خود یک ذره انسان تنازل کنه و یک ذره عقب نشینی کنه. حتی قضیه شما ببینیم مسئله خلق قرآن، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، عقیده اهل سنت و جماعت در باره قرآن اینه که قرآن کلام پروردگار هست. یکی و خلاص کلام پروردگار هست. خب کسانی پیدا شدن که در عصر امام احمد ابن حنبل که قرآن را توجیه میکردن یا تعویل میکردن یا بالاخره به زعم اونها و بالاخره به گمان اونها که نه این قرآن کلام نیست و بالاخره مخلوق هست. امام احمد ابن حنبل تا به لحظات اخیر که میدانست که شاید در این راه فدا بشه، زیر شلاق ها رفت و تمام مصائب و مشکلات را قبول کرد، ولی نگفت قرآن مخلوق هست. به خاطر که این عقیده بود. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم خود رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که به رسول صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردن که ای محمد، اگر زیباترین دختر میخوای برای تو میدیم، اگر میخوای قدرتمند بشی تو را بزرگ خود استاد میکنیم، میخوای ثروتمند بشی ثروت جمع میکنیم، و اگر میخوای بالاخره فلان و فلان، چی خواهشات داری که ما همه را برآورده کنیم، اگر مریضی تو را بالاخره به طبیب مراجعه کنیم. همه اینها رسول صلی الله علیه و سلم چون راه عقیده بود، راه دین بود، گفتن اگر خورشید در دست راست و مهتاب در دست چپ بگذارید، من از این راه هرگز بر نمیگردم. بعد از رسول صلی الله علیه و سلم شاگردانی که تربیت شده بودند، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، و فرمودی شما بلال وقتی داخل اسلام میشه، برایش فقط یک بار، امیه بن خلف میگه یک بار فقط برای رسول صلی الله علیه و سلم محمد میگه و محمد فقط یک بار توهین بکن تو رو رها میکنم، یک بار. ولی او احد میگفت، چون رسول صلی الله علیه و سلم عقیده هست. ایمان به رسول صلی الله علیه و سلم عقیده هست. و شما وقتی عبدالله ابن حذافه چند برنامه قبل وقتی گفتیم آماده میشه که تا به دیگ آب جوش بیفته، اما ذره از عقیده خود تنازل نمیکنه و تنازل نمیکنه. و امروزه هم ما بحث عقیده، جناب استاد بزرگوار، همانطوری که فرمودیم در بین جامعه ما متاسفانه مثلا این عقیده مسلمان هست که عقیده مسلمانه که شافی کی هست؟ الله سبحانه و تعالی. اعتقاد و باور ما اینه که الله شفا دهنده، معطی کی هست؟ الله هست. رزاق کی هست؟ الله هست. به اینه که در بین جامعه میبینیم اعتقاد یا به قبری یا به درختی یا به یک شخصی یا بالاخره شخص معینی در این راستا، یا عرف و عادتهای غلطی که در بین جامعه و بالاخره که دیده میشه در عرصه های گوناگونی که جزء اعتقادات شده که اگر روز سه‌شنبه خانه را جارو زدید چی مشکلاتی پیش میآید، اگر روز چهارشنبه دیدن مریض رفتید چی مشکلاتی پیش میآید. اینا عرفایی است که در بین جزء اعتقادات و جزء باورها شده. پس به اینه که ما عقیده خود را فقط از فلان و فلان نمیگیریم. عقیده از کی گرفته میشه؟ از قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم. بعد از این عقیده هست که شفاف قرآن برای ما بیان کرده که اصل و اساس عقیده چی هست؟ اصول دین، توحید، معاد، نبوت. توحید یعنی چی؟ یعنی معرفت به ذات اقدس الهی. این عقیده ما است که الله را باید بشناسیم. یکی از درجات احسان یا یکی از مراحل احسان امینه که الله را ما باید بشناسیم. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله سبحانه وتعالی را وقتی که شناختیم، که شافی او هست، معطی او هست، رزاق او هست، رحیم او هست، کریم او هست، در همه. بعداً قضیه رسالت رسول صلی الله علیه و سلم،
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. وقتی حکم خدا و رسول کسی که ببینه و دل از او تنگ بشه، در ایمان از او شک هست، در دل از او حرج و مرج واقع بشه. یا مثلا وقتی که شخص میشنوه که قال الله و قال الرسول، اما یک شخص نعوذ بالله بیای پافشاری کنه که نه، قول فلان ائمه، فلان بزرگوار یا فلان عالم. پس مسئله عقیده خیلی مسئله مهمی است که در بین جامعه ما و امروزه در گوشه و کنار وقتی که دیده میشه اعتقادات و باورهای ما نعوذ بالله ثم نعوذ بالله اگر به غیر الله سبحانه و تعالی شد، یعنی این قضیه همونطوری که جناب استاد یادم از یک قصه آمد که یک شخص قصه میکرد، میگفت که خانم من اولاد فلان بزرگوار هست. گفت که نماز کمتر میخواند، توجه زیاد نداشت. گفت شاندم که همه مردم اجداد شما را تعریف میکنن، توصیف میکنن، جد شما فلان بزرگوار، پدر بزرگ شما فلان بزرگوار و بالاخره چرا بر نماز غفلت داری و سستی و تساهل و تنبلی میکنی؟ همه بالاخره کسانی را آدم میبینه که نماز میخوانه که از لحاظ اصل و نسب شاید هیچ معلوم نباشه، اما تو بسیار. باز این گفت که در جواب ما خانم ما گفت که خب دیگه مردم که نماز میخوانن که نماز میخوانن، خب من که اولاد فلانیم، خب من بخوانم دیگه، فرق ما و فرق از اونا پس چی میشه؟ پس من که اولاد فلان شخصم فلان بزرگوارم دیگه من بخوانم، پس در روز قیامت دیگه یا اگر به نماز خوب پیش بره و من به نماز خوب، پس این پدر و آبا و اجداد ما به عالم چی فایده میکنه؟ یعنی این اعتقادها و این باورها و در این راستا یا مثلا قضیه نفع و ضرر در ده ها آیه قرآن میاره که از جانب الله سبحانه و تعالی هست که اونه که نفع میرسانه و ضرر میرسانه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر تمام دنیا جمع بشه که برای انسان نفع برسانه که الله نخواسته بود، نمیرسه. اگر تمام دنیا جمع بشه که برای انسان ضرری برسانه اگر الله نخواسته بود، نمیتونه. اما امروز میبینیم که یک شخص از یک درخت میترسه، از یک قبر میترسه، از یک شجر میترسه. پس مسئله اعتقاد، احسان در عقیده اینه که عقیدی خود ما درست و صحیح بگردانیم. این عقیدی ما از کجا درست و صحیح میشه؟ از کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. تشکر جناب مناسب. و اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از دیدن این میان برنامه ان شاء الله بار دیگر با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر شخصی که از ترس خدا بگرید داخل آتش نخواهد شد مگر زمانی که شیر دوشیده شده از پستان حیوان به آن بازگردد. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون وضوء للرشاد وحكيم طاهر. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه بحثمون خلق احسان. جناب مناسب بزرگوار، حالا میخوایم در ارتباط به اینکه آیا تنها احسان به مفهوم نیکی با دیگران و یا اینکه انجام اعمال و کارها به وجه احسن آن خلاصه میشه، یا اینکه مفهوم احسان از دیدگاه قرآن فراتر و گسترده تر از این دو مفهومی است که در اذهان ما مستحضر میشه؟ خود احسان صفتی از صفات پروردگار عالم هست. الله سبحانه و تعالی محسن هست و محسنین را دوست داره. وقتی در قرآن نگاه کنیم
واژه احسان یا کلمه احسان با الفاظ مختلف و یا سیاق مختلف بیان شده، اما به این که معانی دیگری بله احسان و حسنه معانی گوناگونی آمده، حتی بعضی 6-7 معنا درباره احسان بیان کردن که در آیات مختلف و از آیات مختلف فهمیده میشه. اولا خود احسان به معنای توحید هست. توحید الله سبحانه تعالی میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الله سبحانه تعالی وقتی بعد از بیان نعمت ها، بعد از بیان همه انعاماتی که به بندگان خود کرده، احسانی که کرده، یعنی لطفی که کرده، جواب این احسان چگونه باید یک بنده بده؟ برای انسان تنها اینجا حتی بحث انسان مطرح است که برای انسان خدا الله متعال زمین و آنچه که در زمین و آسمان است را مسخر کرده، پس تو باید و بعد میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یعنی این احسان به اینجا توحید هست. جواب این همه نعمت را بنده با چی بده؟ با توحید، با معرفت الله سبحانه و تعالی، به شناخت الله سبحانه و تعالی. دوم به معنای نصرت و به معنای پیروزی و به معنای غنیمت و به اینها می آیه. قرآن عظیم شان می فرماید ان تمسسکم حسنه ان تمسسکم حسنه تسؤهم. اگر برای شما برسه حسنه چی معنا؟ یعنی پیروزی، یعنی نصرت، یعنی غنیمت. اگر برای شما وقتی نصرت و پیروزی رسید دشمن بدحال میشه، حالش خراب میشه، بدش میآیه. پس از این حسنه دانستیم که به معنای نصرت و به معنای پیروزی و به معنای اینهاست. در بعضی آیات وقتی میبینیم حسنه و احسان به معنای مال هست، سرمایه هست. الله سبحانه تعالی وقتی جریان و قضیه قارون رو بیان میکنه که قارون برایش مال داده شد و بالاخره چقدر سرمایه داره و چگونه زندگی و اینها، و بعد میفرماید و احسن کما احسن الله الیک. احسن، تو دیگه نیکویی کن، بس است از این هم طغیان، این همه تکبر، حالا دیگه چه کار بکن؟ کما احسن الله، چنانچه که خدا برای تو نیکویی کرده. نیکویی پروردگار برای قارون چی بود؟ واضح و مشخصه که مال هست. چنانچه که خدا برای تو مال داده، سرمایه داده، ثروت داده، تو در مقابل تو هم نیکی را پیشه خود بساز. و همچنین در آیه دیگر وقتی نگاه میکنیم به معنای عافیت و به معنای خوشبینی، الله سبحانه و تعالی میفرماید و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنه. عجله میکنن، بسیار مستعجلن و از تو بالاخره پیشی میگیرن، از تو طلب میکنن چی؟ همان سیئه و زیشتی، یعنی عذاب طلب میکنن قبل از این که برای از اونها عافیت و بالاخره، یعنی قبل از عافیت و قبل از خوشبینی و قبل از فرحت و قبل از خوشحالی مستعجلن برای طلب عذاب و برای طلب این اون. و همچنین وقتی که نگاه میکنیم به معنای کلام زیبا، به معنای این حسنه و این احسان به معنای زیبایی و خوش کلامی می آید. قرآن می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الی الله. در اینجا این احسان یعنی خوش کلامی، کلام زیبا. و الله سبحانه و تعالی در آیه دیگه می فرماید و قولوا للناس حسنا. مسئله خود خوش کلامی از احسان هست. وقتی برای شما کسی گفت السلام علیکم، شما بگویید و علیکم السلام و رحمت الله. اگر کسی برای شما گفت السلام علیکم و رحمت الله، شما بگویید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قرآن میفرماید و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. پس به معنای خوشکلامی و اینها. و همچنین نکته اخیر که چون بحث طولانی نشه، خود حسنه و احسان زوجه صالحه آمده. کدام آیه هست که بیان زوجه صالحه داره؟ الله سبحانه تعالی می فرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه.
ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند مراد از حسنه دنیا در این آیه که ذکر شده زوجه صالحه هست که همچنین آیات دیگری هم هست که به این معنا و به این مفهوم اشاره کرد. خب جناب بانو صاحب، پس از اینکه از مفاهیم احسان در قرآن کریم واقف شدیم، حالا بیاییم به زمینه های احسان اشاره کنیم که ما در زندگی در چه عرصه ها و در چه زمینه های میتونیم مصداق ای را پیدا کنیم و احسان به صورت عملی تطبیق کنیم. ما وقتی که نگاه میکنیم بحث احسان، یعنی علما و بزرگا و میفرمایند سلف الصالحین که کل دین احسان هست. منطوری که قبلا اشاره کردیم که احسان در اعتقادات و احسان در عبادات و در اینها، اما به این که بیشتر در کدام موضوعات ما ترکیز بیشتری داشته باشیم. خود در رأس همه احسان در عقیده هست، در اعتقادات هست و باورها هست، در عبادت هست، همان احسانی که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه هست. اما میگیم که بعد از خدا و رسول الله سبحانه و تعالی با چه کسانی بیشتر تأکید کرده؟ احسان به والدین هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید و قضى ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، احسان به پدر و مادر. چون موضوعات تکراری نشه فهرستوار بعضی میگذاریم. احسان به با خانواده هست، چگونه ما با همسر خود، چگونه با فرزندان خود و چگونه با خانواده خود ما احسان داشته باشیم، چگونه با همسایه خود، چگونه با زیر دستان خود. مسئله زیر دستان وقتی که نگاه میکنیم، انس ابن مالک که در خدمت رسول صلی الله علیه وسلم 10 سال قرار داره، خادم رسول صلی الله علیه وسلم، میگه 10 سال در خدمت رسول الله بودم، رسول الله صلی الله علیه وسلم یک مرتبه هم برای من اف نگفتن. یعنی این چگونه احسان با زیر دستان هست. یعنی کسی که زیر دست ما کار میکنه، زیر دست ما کارمند هست، ما چگونه معاشی رو چی وقت بپردازیم، ما با او چگونه برخورد داشته باشیم. یادم از یک قصه دیگر آمد که یکی از بزرگان بعضی میفرمایند که از امرا بود و در حالت خادمش و غلامش در حال انداختن آب روی دستایش بود که همان ظرف آب از دستش میفته و بالاخره آب میریزه روی بدن این شخصیت که بعضی فکر میکنن مأمون گفتن که او بوده و بعضی هم از زین العابدین نقل میکنن. بسیار سر بالا کرد طرف این خادم، میخواست قهر و غضب داشته باشه. خب خادم بسیار هوشیار بود و زیرک بود، جا در جا گفت که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ. این جا در جا خشم خود را فرو. وقتی که دید که آیه بر این تاثیر گذاشت، ادامه گفت والعافین عن الناس، گفت که تو را عفو کردم. دید که غضبم فرو نشست و عفو هم شد، گفت والله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران و احسان کنندگان را دوست داره، گفت برو تو را آزاد کردم. پس یعنی توجه به زیر دستان و در اینها. یکی از مفاهیم احسان هم همان گذشت است. انسان باید گذشت در معامله و گذشت در تعامل با دیگران است که فکر کنم اوج گذشت بود، اوج ایثار بود اینجا. و وقتی که حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میبینیم که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله كتب الاحسان على كل شيء، الله سبحانه و تعالی بر هر چیز احسان گذاشته. ما وقتی که میگیم احسان، تنها خلاصه نشه که احسان به پدر و مادر، احسان به همسایه، احسان به زیر دستان، احسان و بالاخره الله سبحانه و تعالی ان الله كتب الاحسان على كل شيء، با همگان و در همه امور، در همه امور. و بعد ادامه حدیث، ادامه رسول الله میفرماید فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، وقتی میکشتیم شما
یعنی حتی در کشتن در باید کشتن، حتی در مسئله احسان مد نظر داشته باشه. در مسئله به حق میکشیم، مسئله قصاص. بله. اما احسان مد نظر، نه اینکه جبر کش بشه، نه اینکه بالاخره فاحسنوا اینجا القتله. این بحث، یعنی حتی اگر اینجا بحث گوسفند است، بحث ادامه حدیث میفرماید، ادامه حدیث میفرماید اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وقتی شما گوسفند در میکشیم، یک حیوان حلال گوشت در که الله سبحانه و تعالی برای شما اجازه داده که این را بخورید و از این نعمت استفاده کنید و در مقابل بنده شاکر باشید، وقتی که این را میکشید، ذبح میکنید، اما به وجه احسن. حتی سیدنا ابو هریره مکروه میدانند که یک حیوان به مقابل چشم حیوان دیگر ذبح بشه و حتی کار تیز بشه، این را مکروه میدانند. ادامه میفرمایند ولیحد احدکم شفرته. وقتی که حیوان را ذبح میکنیم، کارت باید تیز بشه، نه اینکه کارت کن باشه و او حیوان اذیت بشه. به هر حال رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند بر همه چیز احسان گذاشت، حتی به حیوانات. احسان اینجا همون عمل به وجه احسنش انجام دادن. حتی بیایم در بحث احسان وقتی میگیم به همه چیز، به حیوانات، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند دو حدیث. شخصی از راه گذر میکرد، حیوان را دید، کلب را دید که تشنه هست، او را آب داد، احسان به یک حیوان کرد. وقتی از دنیا رفت، سبب داخل شدن به جنت شد. الله او را بخشید به این عمل، احسان و نیکوکاری به یک حیوان. حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید شخصی یک گربه را در خانه حبس کرد، فقط آب و غذا را از رویش قطع کرد و او مرد و این عمل سبب دخول نارش شد. پس اینه که احسان به حیوانات و به اینها. حتی مجال احسان وقتی که نگاه میکنیم در قرآن، وقتی میگه واصبروا یا فاصبروا فإن الله واصبروا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، در قسمت صبر، یک انسانی که صبر میکنه، حالا صبر، ما صبر نیکویی داریم و صبر غیر نیکویی داریم، صبر حسنی داریم و صبر قبیحی داریم. یک شخص میگه من صابرم در مشکلات از ناچاری هر جا میرسه شکایت و شکوه و بالاخره بازم میگم من صابرم. این صبر حسن نیست، صبر نیکویی نیست. صبر اونه صبر بگیم صبر میشه تعبیر کنیم صبر مثبت و صبر منفی. پس وقت انسان صابر شد به مقابل مصائب و مشکلات، این میشه جزء محسنین. احسان در مثلا وقتی ما مجالات گفتیم یا در میادین زمینه های مختلف که در قرآن ذکر شده، احسان در وقتی که قتل خطای صورت میگیره، احسان در ودیت، مثلا احسان در مثلا دیت، در دیت، وقتی که حتی در قسمت امانت که کسی برای ما امانت میده، ما درست و صحیح به وجه احسان تسلیم میکنیم، این از جمله احسان و نیکوکاری هست. احسان در دیت، حالا قتل صورت گرفته و قتل خطا بوده، شخص میخواد دیت رو بپردازه، الله سبحانه و تعالی میفرماید و اداء الیه باحسان. دیگه نباید که تو بی رغبت جواب بدی و در لحظه ای که همون شیئی که تعیین شده و بالاخره با هم توافق رسیدیم میبری، بالاخره از دور بیاندازی و بسیار به اوقات تلخی و در اینها، نه، او به وجه احسان تسلیم بکن. همچنین وقتی نگاه میکنیم احسان در قسمت طلاق، امروز در بین جامعه وقتی زن و شوهر از هم جدا میشن، اینها با یک عالم درگیری و با یک عالم آخره اختلاف و با یک، الله سبحانه و تعالی میفرماید فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یا زن را نگاه دار به وجه احسن و پسندیده، اگر او را رها میکردی به طریق احسان، به طریق نیکویی، و بالاخره با همدیگر نساختیم، از همدیگر با همدیگر جدا شدیم، نباید که شما احسان را فراموش کنیم. همچنین در قسمت جهاد الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. در راستای مختلفی اگر کسی جهاد داره، جهاد مالی داره، جهاد قلم داره، جهاد بالاخره اسلحه داره، جهاد بالاخره انواع جهادی که داره در راه الله سبحانه و تعالی که تلاش میکنه، این باید احسان را فراموش نکنه. چگونه؟ مثلا مجاهدینی که در مقابل دشمن میجنگن، احسان را چگونه؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند در صحنه جنگ اگر اطفال را آورده بودن، احسان را فراموش نکنید به اطفال. در صحنه جنگ
موسفیدان متوجه باشید که با اونا احسان داشته باشید. اگر زنها در صحنه جنگ قرار داشتن، اونا احسان فراموش نکنید. حتی اسرا وقتی که به دست می آیند و گرفته میشن، شما متوجه باشید با اونا تعامل خوب داشته باشید. همچنین احسان در حوار، در گفتگو. جناب استاد بزرگوار الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تجادلوا اهل الكتاب، با اهل کتاب شما مجادله نکنید. با اهل کتاب، با یک یهود، با یک شخصی که مسیحی هست و غیر دین اسلام هست، شما وقتی صحبت میکنید با او مجادله نکنید. پس چگونه میخوام ایر بگم، پس چگونه دو مسلمان وقتی با هم دیگر صحبت میکنن، حرف اینها، گفتگوی اینها، حوار اینها به مجادله و به اینها بکشانه. و همچنین احسان با دشمنی که بر او تسلط پیدا کردی که میخوای او را از بین ببری اما نمیبری، احسان میکنی. حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که روزی رسول صلی الله علیه و سلم زیر یک درخت میخواستن استراحت کنن، شمشیر خود را بر شاخه درخت آویزان کرد. شخصی آمد شمشیر گرفت. وقتی که شمشیر گرفت گفت که من یمنعک منی، چی کسی منع میکنه تو را از من؟ یعنی آماده شد که رسول صلی الله علیه و میتونه نجات بده. حالا رسول صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی به دست ندارن، نشسته یا سر گذاشته و بدون سلاح و دشمن مسلح. رسول صلی الله علیه و سلم طرفش نگاه کردن، گفتن الله. مجردی که گفتن الله، لرزه به دستا و اندام افتاد و شمشیر از دستش افتاد. رسول صلی الله علیه و سلم شمشیر را برداشتن و همین عبارت را پس گفتن من یمنعک منی، چی کسی منع میکنه تو را دیگه، چی کسی تو نجات میده؟ و بعد نگاه کرد گفت لا احد، کسی نیست. رسول صلی الله علیه و سلم قدرت پیدا کردن، سلطه پیدا کردن بر کشتنش. کسی که 10 دقیقه قبل او قصد کشتن، کمتر از 10 دقیقه او قصد کشتن رسول الله را داشت و رسول صلی الله علیه و سلم وقتی حالا این قدرت و این سلطه را پیدا کردن و بعد برایش گفتن که اذهب فقد عفوت عنک، العفو عند المغفره، بالاترین درجه عفو و بخشش. خیر، عفو، حتی قاتل انسان عفو کنه چی لذت داره و فضیلت از اون بالاتر از این انتقام و اینها. بعد لحظه رفت، لذتی که در عفو است در انتقام نیست. و این شخص لحظه چند قدم رفت، برگشت و گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. و من شهادت میدم به این که هیچ معبودی غیر از الله سبحانه و تعالی نیست، معبود به حق، و تو فرستاده الله سبحانه و تعالی و او ایمان آورد. چرا او درک کرد و او فهمید که این اخلاق به جز از نبی، از پیامبری، از دیگه کسی صادر شده نمیتونه. تشکر جناب مولانا بزرگوار. باز هم به اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از دیدن میان برنامه دوباره در خدمت شما خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا ای مردم، بدون شک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله هایی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست. بیگمان الله دانای آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما گرامیان و عزیزان هستیم و در دقایقی که از وقت برنامه مانده سوال دیگری هم خدمت جناب مولانا مطرح میکنم و این سوال عبارت از است جناب مولانا که ما امروز در عصر مادیات قرار داریم و در عصر بگیم طغیان مادیات، خیلی ها غرق مادیات شدیم. آیا امکان داره که افراد در این عصر به خلق
احسان توجه کنن و راه رسیدن به درجه احسان و محسن شدن در عصر کنونی چگونه امکان پذیر است؟ چگونه بفهم که ما محسن هستیم یا نه؟ الله سبحانه و تعالی وقتی در قرآن عظیم شان بحث محسن و محسنین و اینها را بیان میکنه و محسنین را دوست داره، پس مسئله احسان و محسنین بسیار مسئله مهمی هست و از مهم بودن این قضیه حتی این نشان میده که قبلا گفتیم که بسیاری از علما میفرمایند که حتی کل دین احسان هست. و این که چگونه ما بفهمیم که جز محسنین هستیم یا این که اگر نیستیم چگونه به این درجه برسیم به این مقام برسیم، در ابتدا اینه که ما باید معرفت به الله سبحانه و تعالی پیدا کنیم. یعنی معرفت به الله سبحانه و تعالی چگونه هست؟ به اینه که ما وقتی که معرفت به الله سبحانه و تعالی پیدا کردیم، یقین به الله سبحانه و تعالی پیدا کردیم، الله ما را میبیند، الله ما را نظاره میکند، الله آنچه که ما میگوییم الله میشنود، تمام اعمال سری و علنی ما را الله سبحانه و تعالی برای از او واضح و آشکارا هست. یعنی به یقین میرسیم. به یقین. چگونه؟ سیدنا عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روزی با جمعی از دوستا، با یاران خود، با همصحبت‌های خود، با شاگردان خود، با دوستان خود بیرون شدن در صحرا. وقتی که در صحرا در اونجا چوپان دیدن و بعدا صدا کردن، در وقت غذا خوردن بود که بیا همراه ما غذا بخور. او گفت که من روزه هستم. عبدالله ابن عمر میفرمایند که تعجب کردم، چوپان در صحرای گرم با این دشت سوزان، این روزه هست، این طرف برو، این طرف بگرد. میفرمایند که من بعدا خواستم که بیشتر بفهمم که این چگونه شخصیت است، اعمال ایر، کردار ایر، آیا واقعیت هست آنچه که ای به زبان آورده، در آنچه که در گفتار هست. چون خیلی مشکل بود که تصدیق شود که چوپان در دامن صحرای در گرمای روز و با این عمل شاق بتونه که روزه داشته باشه. و بعدا سیدنا عبدالله ابن عمر برایش گفتن که از این گوسفندان چی میشه که یکی برای ما بفروشی، ما بخریم و بالاخره همینجا بکشیم و پخته کنیم و نوش جان کنیم و به تو هم حتی بدیم. گفت که نه، این کار نمیشه، از من نیست، از مولای من هست. گفتن خب چی میفهمه، چی میدانه؟ برایش بگو که گرگ خورد. وقتی این گپ بر عبدالله ابن عمر برای یک چوپانی میگه، این چوپان با غضب رو میگردانه و بعداً به سیدنا عبدالله ابن عمر میگه فاین الله، انگشت خود طرف آسمان میکنه. فاین الله، پس اگر مولای من نیه و نمیبینه پس الله کجاست؟ اگر صاحب گوسفندان میبینه پروردگار صاحب گوسفندا کجاست؟ وقتی که این حرف عبدالله ابن عمر میشنون فیبکی، گریه میکنن، حرکت میکنن، میآین و گریه کرده به همراه خود میگن فاین الله، الله کجاست؟ پس الله کجاست؟ میآین اگر در زندگی خود تطبیق کنیم کاملا این حرف و اگر این فاین الله فقط بیاریم در زندگی خود مد نظر داشته باشیم در همه اعمال، در تمام امور، در تمام امور فاین الله مد نظر داشته باشیم، ما چی میشیم جز محسنین. عبدالله ابن عمر وقتی که این حالت رو میبینن و گریه کنن، میاین مولایش را پیدا میکنن و گوسفندی هم از او میگیرن و بعد گوسفندی هم میخرن و این غلام را میخرن و او را آزاد میکنن در راه الله سبحانه و تعالی. من ترک شیئا لله عوضه الله. پس به اینه که ما جناب استاد بزرگوار وقتی که
به بحث ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه ما میرسم، به یاد این میافتم که به اداراتی که مسلمین کار میکنن امروزه به ادارات کامرا گذاشته هست، کامرای مراقب. مسلمان در حالی که نیاز به کامرا نداره این حدیث تطبیق کنه اصلا. من تعجب میکنم کار عبادت است. کسی که بگه من مسلمانم و او بعد از یک کامره مراقب بشری که نه جهنمی داره نه جنتی بترسه، از او بترسه، ولی این را فراموش کنه ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه. کرام الکاتبین فراموش کنه. کامرایی که در وجودی و هر جایی که هست، هر لحظه و به هر ساعت و هر ثانیه. پس به این نکته از این داستان و این ما چگونه میتونیم جز محسنین بشیم، این مد نظر، این شعار ما باشه. هرگاه خدا را در هر عمل، در هر کار، در هر جای حاضر و ناظر اعمال ما دانستیم و به یقین رسیدیم، محسن شدیم، جز محسنین. نکته دوم اینه که نماز، ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز چنان ادا کنیم که گویا این آخرین نماز ما هست. چگونه؟ ادای نماز خیلی دشوار است. ما خب رسیدن به مثال بیان میکنم. جناب ساده بزرگوار، وقتی الله سبحانه و تعالی میگه ان الله مع المحسنین ان الله يحب المحسنین، خب قضیه ساده نیست. یک پادشاه عادی دنیا زنگ بزنه و تماس بگیره که فلانی من تو رو دوست دارم، چقدر انسان فرحت و خوشحالی میگیره. حفت الجنة بالمکاره. ای ملک الملوک هست، پادشاه پادشاهان هست که میگه من محسنین رو دوست دارم. نماز چنان انسان ادا کنه که گویا این آخرین نماز هست. مثال بیان میکنم جناب استاد بزرگوار، اگر برای انسان دار به پا باشه بگن 2 رکعت نماز بخوان که اعدام صادر شده که دار آوی، حتمی است دیگه، هیچ از اینجا فرار نیست. چگونه نمازی میخونه این شخص؟ چگونه سجده میکنه؟ اگر شخص در حال نماز باشه برایش گفته بشه که 10 دقیقه بعد زلزله میآیه، این خانه بر سر تو منهدم میشه و ایران میشه و بر سر تو میفته، انسان چگونه نمازی میخونه؟ و حتی واقعیت رو بفهمه که من 10 دقیقه بعد از دنیا میرم، به هر طریقی که هست چی احساسی داره و چی سجده میکنه پروردگار. هر انسانی که نماز خواند و اون نماز امان طور خواند که آخرین نماز من هست، وصل میشه به محسنین، وقت میشه جز محسنین. نکته اخیر اینه که انسان وقتی شب میخوابه در بستر نفس خود را محاسبه کنه. امروز من چه کار کردم؟ چی اعمال را انجام دادم؟ و من آیا از دست من کسی آزار دید؟ اذیت شده؟ آیا به کسی خدمت کردم یا به کسی خیانت کردم؟ آیا زبان من امروز بیشتر تلاش کنه که جنبه‌های منفی خود کاملا زبان من امروز چی گناه کرد، دست من امروز چی گناه کرد، چشم من امروز چی گناه کرد، و بالاخره همه اینها رو بیاره مد نظر و اشک ندامت سر بده و درگاه الله سبحانه و تعالی بناله. محسنین، رسول صلی الله علیه و سلم در رأس محسنین قرار دارن، شبانه روز 70 مرتبه توبه میکنن. رسول صلی الله علیه و سلم در رأس محسنین قرار دارن، چنان عبادت میکردن که پاهای مبارک ورم میکرد. و ام المؤمنین عایشه میفرماید یا رسول الله شما چقدر سر خود فشار میاریم؟ میفرمایند که آیا ما بنده شکرگزار الله نباشم؟ پس به اینه که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که ما میبینیم از بزرگان دین، از محدثین، که من فقط یک نمونه جناب استاد اشاره میکنم از سلف الصالحین، عطا ابن رباح یکی از سلف الصالحین، از بزرگان دین، میگه من 60 سال چنان نماز خواندم که چشمم به پشت سر کسی نیفتاد. یعنی چی؟ یعنی همیشه صف اول بودم که هیچ وقت به صف دوم برابر نشدم. 60 سال ما تکبیر تحریمه و بالاخره صف اول میگه از پیش ما فوت نکرد. اینها بزرگان دین بودن. وقتی نگاه میکنیم سعید ابن مسیب میفرمایه که 20 سال من فقط در مسجد حضور داشتم که صدای اذان بلند میشه. آیا امروز وضعیت ما با نماز چگونه است؟ ما امروز نماز چند دقیقه میخوانیم؟ بازم میخوایم جز محسنین بشیم؟
بعضی هم سوال میکنن جناب استاد نماز میخوانم چرا این نماز مثلا مشکلات رو حل نمیکنه، چرا مرا از فحشا و منکرات باز نمیداره؟ چگونه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نص صریح قرآن هست، کسی شک بکنه کافر میشه. اما نماز از خود شرایط داره، خضوع داره، خشوع داره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در نماز باید خشوع باشه، در نماز باید چنان نماز خوانده بشه که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، حتی خود رسول صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین عایشه میفرمایند رسول الله وقتی سر به سجده میگذاشتن بعضی وقت من پای رو تکان میدادم که ببینم که در حیات هستن یا نه، از دنیا تشریف بردن. سجده های اینا طولانی میشد. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که ما تلاش بکنیم که جز محسنین بشیم و ایرم باید ساده نگیریم. جز محسنین شدن خیلی سخته، خیلی سخته. و از الله سبحانه و تعالی نکته اخیر اینه که دعا کنیم و از الله توفیق بخوایم که یا الله بر من توفیق عبادت بده تا این که من جز محسنین بشم. به ادامه صحبت شما جناب مولانا صاحب، حتی بزرگای دین سلف صالح ما وقتی میگن از یکی از ایشان نماز قضا میشد، نماز فوت میشد، 3 روز عزا برگزار میشد، 3 روز سوگواری میشد. و اگر از یکی از ایشان تکبیر تحریمه فوت و قضا میشد، 1 روز مجلس عزا برپا میکردن. حتی همین قضیه هم ازم که به تاکید حرف شما میگه چند نفر از خانه امام بخاری رحمه الله بیرون میشدن. کسی سوال کرد که چی کار رفته بودید خانه ایشان؟ گفتن به تعزیت رفته بودیم. گفتن کسی فوت کرده؟ گفتن نه کسی فوت نکرده، ولی امروز چنان گریه میکرد که ما به تعزیتش رفته بودیم. گفتیم که گریه به خاطر چی هست؟ گفت که تکبیر تحریمه از پیش ما فوت شده. ما فقط یکی از نمازها در یکی از نمازها تکبیر تحریم. شاید یه حرفای ما برای بیننده ها بگن اینا چی میگن، از کجا میگن، اینا از کجا حرف میزنن؟ ما از کسانی حرف میزنیم که بعد از 1000 سال امروز نام اینا رو میشنویم میگیم رحمهم الله، رحمت الله علیهم، رضی الله عنهم. که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که ما هم جز محسنین. تشکر جناب مولانا صاحب. وقت الله را در همه امورمون ناظر و شاهد و مراقب خود دانستیم، محسن شده ایم. وقتی نمازمان را چنان بخوانیم که گویا آخرین نماز زندگیمان هست، به درجه احسان رسیده ایم. وقتی در آخر شب هنگامی که در بستر خواب قرار میگیریم، نفس خود را، کردار و اعمال روزانه خود را محاسبه کنیم، محسن شده ایم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما سروران و عزیزان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.